اکتبر سرخ. اکتبر سرخ می آید، اکتبر سرخ کارگران، اکتبر سرخ سربازان، اکتبر سرخ برزگران گرسنه. اکتبر سرخ می آید، عظیم انبوه مهاجم و زمین پیر در زیر گامهای جوانش به خویش می لرزد. آنچه به دیده می آید گویی که جنگلی است از هزار هزار شاخه آشوبگر مشت برافراشته، گویی که دریایی است از بستر بزرگ خویش به پا خاسته، گویی که خود روح پرتلاطم زندگی است، زیباترین غریب شادمانی خویش را در موج موج بیدارش انباشته. آه، این سیلاب مردم است که در کوچه های مصمم پتروگراد مشت میکوبد بر دیوارهای حکومت سازش. این دهان باز گرسنگی است که با بانگ رعدآسا در خیابانهای شعله‌ور مسکو پیروزی پرولتاریا را فریاد میزند. این شلیک توپ‌های طاغی است که درهای بسته انبارهای من را باز می‌کند. این صف بی‌پایان پرچم سرخ است در اهتزاز بر دوش مردان بسته به زنجیر بردگی که کارخانه به کارخانه می‌جوشد و در میادین پوشیده از برف زبانه می‌کشد تا بسوزاند بندهای اصلی پایان گرفته را. این انبوه سربازان بازگشته از جبهه نبردی ناعادلانه است، زخم بر زخم در هم کوفته پای خونین که پاره پاره می کنند ورقه های اعتمادشان را به ژنرال ها و پشت می کنند به سنگرهایی که گورشان بود و گودالهای مرگبار فریبشان و می آیند تا گوش فرادهند به فرمانی برای آخرین نبرد، فرمانی برای صلح. کارگران، سربازان، دهقانان، پیش به سوی اسمونلی. اسمونلی بستر طوفان، اسمونلی ستاد جنگی پرولتاریا، اسمونلی آنجا که کفش های گرالود میکوبد مهر مردم را بر چهره تالارهای فتح شده سرمایه، آنجا که همهمه ها، فریادها و هلهله ها خفه می کند زوزه های سازش را، آنجا که نه دیر و نه زود منفجر می شود فرمان پیش به سوی قدرت. آی کارگران، به کجا سرریز می کنید با ارتش شکست ناپذیرتان این چنین شتابان؟ ما می رویم تا در هم کوبیم کاخهای قدرتشان را، ما می رویم تا باز ستانیم تخت حاکمیت من را. آی سربازان، به کجا یورش می برید با صفوف پرسرابتتان این چنین سرود خوانان؟ ما می رویم تا پایان دهیم به سرنوشتشون، ما می رویم تا بنامهیم ارتش سرخ رهایی من را. آی دهقانان، به کجا راه می سپارید با کولبارهای خالیتان این چنین در کف نهاد جان؟ ما می رویم تا درو کنیم حاصل رنجهای من را، ما می رویم تا بپا کنیم کشتگاه های مشترک من را. اکتبر سرخ شعله می کشد از زیر خاکستر روزهای گذشته و خاطرات دور شدید می شود بر سینه زمان. این پرچم به خاک افتاده آیا آن بیرق خونین دیروز نیست؟ این تنین گم آیا آن سرود پرغریب فاتح دیروز نیست؟ این چهره شکسته به رنج آیا آن قامت جوان به پا خاسته دیروز نیست؟ بر تو چه رفته است ای لحظه‌های سرخ پیروزی
کینگونه خائنین بر گرده های تو گام می فشارند، کینگونه یله داده بر تخت دیکتاتوری پرولتاریا سر فرو برده در آخر خیانت ها جام بر جام می سایند. آی اکتبر سرخ، ای دفتر بازگو شده فتح، ای طلایه دار روزهای نو، ای دروازه خونین سوسیالیسم، به چه هنگام دیگر بار در سپید دمان تقدیم سرخ تو ورق خواهد خورد و بار دیگر توپهای تو شلیک خواهد شد.